یعنی مادر 75 درجه حق داره و پدر 25 درجه حق داره. یعنی گویا اینکه مدال طلا را خدا به مادر داده، مدال طلا را به مادر داره، چون پدر خیلی عزیز است، خیلی عزیز است، ولی مادر مشقت زیاد کشیده، مادر تکلیف زیاد دیده، رنج زیاد دیده، عاطفه در مادران بیشمار هست. مادر حتی اگر دعای بد میکند به فرزندش، اون را اثر زبان میکند، از ته دل نمیکند، ولی از دعای بد پدر بترس، از دعای بد پدر بترس، چرا پدر خیلی صبر میکند، خیلی رنجش میدی، این صبر میکند. اگر یک بار دست برداشت، این را بدانی که بیخ من و تو را میکند. اگر پدر دست برداشت و خدای ناکرده دعای بد در حق فرزند کرد، اون فرزند هم در دنیا لایکی